پاپ فرانسیس، رهبر 266 کلیسای کاتولیک، در 21 آوریل سال 2025 در سن 88 سالگی درگذشت. درگذشت او، اگرچه با توجه به مشکلات سلامتی اخیرش کاملا غیرمنتظره نبود، اما جهان را در شوک فرو برد. واتیکان تایید کرد که پاپ بر اثر نارسایی قلبی که عارضه‌ای ناشی از ذات الریه اخیرش بود، درگذشت. پاپ فرانسیس در سالهای اخیر چندین بار به دلیل مشکلات تنفسی و بیماری‌های دیگر در بیمارستان بستری شده بود. او پس از 5 هفته بستری شدن در بیمارستان به دلیل ذات الریه به تازگی به واتیکان بازگشته بود، که نشان از مقاومت و فداکاری او نسبت به وظیفه‌اش بود. با وجود سلامتی شکننده‌اش، او به انجام وظایف خود ادامه داد و برای مؤمنان دعا و پیام‌های امید می‌فرستاد. درگذشت او پایان یک دوران برای کلیسای کاتولیک بود. پاپ فرانسیس، اولین پاپ اهل آمریکا، به خاطر فروتنی، تعهدش به فقرا و موضوع مترقیش در مورد مسائل اجتماعی شناخته می‌شد. او دیدگاه‌های سنتی درون کلیسا را به چالش کشید و از شمول و گفتگوی بیشتر حمایت کرد. کاردینال کوین فارل، کامرلنگوی کلیسای مقدس روم، مرگ پاپ را اعلام کرد و سنت‌های چند صد ساله را به جریان انداخت. واتیکان تایید کرد که پیکر پاپ برای بازدید عموم در کلیسای سن پیتر قرار خواهد گرفت تا عزاداران از سراسر جهان بتوانند به او ادای احترام کنند. پاپ فرانسیس که با نام خورخه ماریو برگولیو در بوینوس آیرس، آرژانتین متولد شد، زندگیش سرشار از خدمت و مبارزه بود. او به طور مستقیم مشکلات فقرا و به حاشیه رانده شدگان را تجربه کرد که جهان بینی و رویکرد او به مقام پاپی را شکل داد. تعهد او به عدالت اجتماعی و همدلیش با رنج دیدگان در تمام طول زندگیش مشهود بود. او که در سال 1969 به عنوان کشیش یسوعی منصوب شد، در سلسله مراتب کلیسای کاتولیک در آرژانتین ارتقا یافت و در نهایت اسقف اعظم بوینوس آیرس شد. او که به خاطر فروتنی و تعهدش به فقرا شناخته می‌شد، اغلب از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کرد و در یک آپارتمان ساده زندگی می‌کرد و از تجملات مقامش دوری می‌جست. انتخاب او به عنوان پاپ در سال 2013 نقطه عطفی برای کلیسای کاتولیک بود. او نام فرانسیس را به یاد سنت فرانسیس آسیزی، نماد تعهدش به فقر و صلح، برگزید. دوران پاپی او با تلاش‌هایش برای اصلاح کلیسا، پذیراتر و مرتبط‌تر کردن آن در قرن 21 مشخص شد. پاپ فرانسیس در دوران تصدی خود با چالش‌های زیادی روبرو شد. او در مباحث پیچیده کلامی راه خود را پیدا کرد، به مسائل سوء استفاده روحانیون پرداخت و برای ایجاد پل ارتباطی با سایر ادیان تلاش کرد. دوران پاپی او با پیشرفت و مقاومت همراه بود، زیرا او دیدگاه‌های سنتی را به چالش کشید و به دنبال نوسازی کلیسا بود. میراث پاپ فرانسیس با شفقت، تعهدش به فقرا و به حاشیه رانده شدگان و دعوتش به صلح و گفتگو تعریف خواهد شد. او مدافع سرسخت حفاظت از محیط زیست بود و خواستار اقدام در مورد تغییرات آب و هوایی و نظارت بیشتر بر زمین شد. دوران پاپی او با تلاش‌هایش برای ارتباط با افراد حاشیه جامعه مشخص شد. او از زندان‌ها، اردوگاه‌های پناهندگان و بیمارستان‌ها بازدید کرد و با آنها آرامش و پیام امید داد. او کلیسا را به چالش کشید تا از افراد LGBTQ+ بیشتر استقبال کند و خواستار شفقت و درک شد. پاپ فرانسیس قهرمان گفتگوی بین ادیان بود و با رهبران سایر ادیان برای ترویج صلح و تفاهم دیدار کرد. او به قدرت گفتگو برای پر کردن شکاف‌ها و تقویت آشتی اعتقاد داشت. تلاش‌های او برای ایجاد پل ارتباطی بین ادیان، احترام و تحسین جهانی را برای او به ارمغان آورد. آموزه‌های او بر رحمت، بخشش و عشق تأکید داشت. او مؤمنان را به چالش کشید تا فراتر از خود نگاه کنند و کسانی را که متفاوت هستند در آغوش بگیرند. دوران پاپی او یادآوری این نکته بود که مأموریت کلیسا خدمت به فقرا
به حاشیه رانده شدگان و فراموش شدگان است. مرگ پاپ فرانسیس باعث ابراز غم و اندوه و ادای احترام از سوی رهبران جهان، شخصیت‌های مذهبی و مردم از هر طبقه‌ای شد. تأثیر او بسیار فراتر از دیوارهای واتیکان بود و زندگی مردم از همه ادیان و پیشینه‌ها را لمس کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در میان دیگر رهبران جهان، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد و اعلام کرد که قصد دارد در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. لیونل مسی، فوتبالیست مشهور آرژانتینی، از پاپ تجلیل کرد و او را چراغ امید و الهام خواند. باشگاه فوتبال سن لورنزو که پاپ فرانسیس از طرفداران همیشگی آن بود، به احترام او 1 دقیقه سکوت کرد. درگذشت پاپ فرانسیس خلأ بزرگی را در کلیسای کاتولیک و جهان به جا گذاشت. صدای او صدای عقل، شفقت و امید در جهانی بود که به طور فزاینده‌ای قطبی و نامطمئن شده است. میراث او همچنان الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود و قدرت ایمان، عشق و خدمت به دیگران را به ما یادآوری می‌کند. کلیسای کاتولیک اکنون در حالی که برای انتخاب رهبر جدید آماده می‌شود، وارد دوره عزاداری و گذار می‌شود. جهان نظاره‌گر است، میراث پاپ فرانسیس را به یاد می‌آورد و از خود می‌پرسد که آینده کلیسایی که او با چنین فروتنی و اعتقادی رهبری می‌کرد، چه خواهد شد؟